برادر من، خواهر من خودم اگه 20 سالگی ازدواج میکردم بچه 16 ساله داشتم الان. خب اگر بچت از کودکی دوست دختر گرفته از 16-17 سالگی، بذار اون آدم رو بیاره تو خونه، بذار بیاره اون دختر شما ببینین، شما بالغین، شما عاقلین، آقا 4 تا درست به بچت میگین، آقا چه میدونم بذار اگر دختر پسر میخوام برم مهمونی از خونه تو برم که بدونی سفارش بکنی، دختر من فدای تو بشم، مواظب باش نخورین، کمتر بخورین، رانندگی مواظب باشین. اینجوری چند تا خانوار طفلت دست دادن سر همین عرقخوری و رانندگی و 1000 تا داستان و فلان و اینا دیگه. خب با یکی باشی، دختر درست باشه، زندگیتون نورانی میکنه. والله از این شاخه به اون شاخه مریض میشیم، مثل من روحت مریضه برادر.